زمین دوباره خود عبدالله حصیری منطقه بازی رو تغییر میدن، توپ رو میارن به کنارهای زمین. یه بار دیگه موقعیت برای عبدالمجید، پاس به بیرون میده، اجازه چرخش به عبدالغنی نمیدن، توپ او رو میگیرن. کسی نیست جز محمد مرادمند، بازیکن شاخص خط دفاعی ایران. پاسش اشتباه به بازیکنان عربستان میرسه. حالا عربستانی ها خودی نشون میدن پشت محوطه جریمه ایران با توپ های تک ضربی که به هم پاس میدن و شاید بتونن از دفاع چند لایه ما عبور بکنن. خوش تکنیک این عبدالصالح. حالا برای علی الزبیدی و ضربه ای که درون دروازه قرار میگیره. گل برای عربستان. همون بازیکن زهردار عبدالفتاح حصیری بالاخره کار خودش رو میکنه و با یه ضربه از راه دور در 70مین دقیقه بازی دروازه ایران رو باز میکنه تا عربستانی ها در ورزشگاه آزادی 1-0 از ایران جلو بیفتن. این بازیکن ریزنقش و خوش تکنیک عربستانی ها نتیجه بازی رو 1-0 میکنه. نگاه بکنید، کاملا از او غافل شدن، خالی بودش. ضربش رو زد از پشت محوطه جریمه، تو بعد از برخورد به دیرک دروازه خورد به بدن محمد رضا اخباری، به دست مخالفش خورد و توپ در دروازه قرار گرفت و 3 امتیاز برای توپ در اختیار داره. یه پاس میفرسته به جناح راست. حالا میخوان پشت مدافعین ما صاحب توپ بشن. خوشبختانه مالکیت توپ عوض میشه. حالا محمد مرادمند، توپ میرسه به گلزن عربستانی ها. عبدالفتاح حصیری، کاپیتان خودشون مصطفی البساسی رو صاحب توپ میکنن. اینجا اشتباه و گل دوم. یه اشتباه کمر شکن از محمد مرادمند، اشتباهی که از نهاد تماشاگران ما بلند کرد. القمدی گل دوم عربستانی ها رو میزنه روی اشتباه جبران نشدنی محمد مرادمند جوان ما که بازی بسیار خوبی رو از خودش در طول این تورنمنت به نمایش گذاشته بود. حرکت آیستن رو نگاه بکنید. یه بار هم با ضربه سری که با پشت سر زد، من عرض کردم فوق العاده خطرناک است. هماهنگی بسیار بالایی میخواد، هماهنگی دروازه‌بان، صحبت کردن دروازه‌بان با مدافع و میتونست هوشیار بکنه که پشت سرت بازیکنی هست. ببینید طرز ایستادن اخباری طوری بود که انتظارش رو نداشت که مرادمند بخواد با مهار سینه توپ رو برای این